خواستون از جام جهانی چی است؟ ما تا حدی که دیده روان هستیم جام جهانی هم امو فریب بیش نیست. بدبختترین مردم که امروز جام جهانی این ولایت سیل داره و این مطمئن باشیم که گپ قهرمان ملی اگر این بلا امروز دامنگیر ماست فردا دامنگیر جهان خواهد بود. این احمد چای مسعود گفته و این مطمئن باشیم که همین پیش بینی رو هم کرده بود که امروز طالب آمده در اینجا. ما از جام جهانی نمیخواهیم. امروز من حیث یک دختر پنشیری من میگم خود ولایت میتونه خود 4 تا جوانم که اینجا استاد است میتونه از ولایت خود دفاع بکنه. ما نیاز به امریکا نداریم، ما نیاز به هیچ کشور دیگه نداریم. باور بکنین که وقتی که طالب داد شریعت در ولایت ما میزنه من خجالت میشم. او طالب و امیرالمومنین که هیچ رئیس الوزرای اینا نیست که معلوم نیست. باور بکن که قشون سرخ شوروی تو بدبخت وقتی که زیر پرچم های ساششته بودی امین درخت گرفت قشون سرخ هست بین برد. اگر تو شریعت سر من تطبیق میکنی ما بودم که اسلام مثل که اسلام است. عربستان سعودی سرچشمه گرفت، در افغانستان تزینمی دره شیر سرچشمه گرفته. تو بدبخت امروز میای بچه جوان من از خانه میبری. تو بدبخت میای امروز برادر من از خانه میبری به خاطر جرم پنشیری بودن است. در کابل بچهای ملت کوبه شکنجه میشه با این دستمالی که سمبل مقاومت از دست پاش بسته میشه. اگر من امروز اشک میریزم اشکم از بیغیرتی و یا از ترس از طالب نیست، اشکم به ایست که چرا احمد مسعود خاموش است، چرا این کسایی که رهبره که اگر خیانت هم کردن و نامردا امروز بیاین توبه بکنین استاد شوین در پولی مردم پنشیر، استاد شوین مردم از این بدبختی نجات بتین. شما در کجا پناه بردین و در کجا استاد هستین که امروز ما درد میکشیم؟ چگونه تو را رهبر خود قبول بکنم؟ ما از هیچ کس خاص ندارم. ما از اول پنشیر که خانه است تا آخر پنشیر خانه است. ما هیچ قریه مشخص نیستم. ما خواستم از احمد مسعود است که بلیاز خدا سکوت بس کو. اگر انتظاری 4 تا خائن داری که در گردت از روز بخواه افغانستان هم راه آزاد بسازن اینا معامله گران هستن. پنشیر که ناموسشان بود، پنشیر که ما مثل خواهرشان بود اینا تسلیم کردن دو دسته با پولای جلی. امروز این بدبخت ها هایش نوش دارن و دردن. 4 تا بچه که در این پنشیر است میکش. چرا جرم ما پنشیری بودن است؟ ما با تاریخ زرین نوشته کردیم. تاریخ زرین که امروز جهان و افغانستان تکان میخورد از برکت دره پنشیر هستن. چطور میتونی که تو نامرد بدبخت پاکستانی و پنجاب بیایی خون برادر من به اینجا بریزانی و به نام این و آن که ما به شکار آمده بودیم؟ خواست من از تمام پنشیری های میاد برادرای عزیز نمیخوایم امریکا و فرانسه و لندن. خودتان هم دست شوین نگوین که از آنابه بود از رخه بود از بازارت بود. بگوین برادرم است ما از کابل آمدیم. باور به خدا کنین شب خواب نکردیم قلب ما تکه تکه شده. جوان ما در کابل به نام پنشیری بیعزت میکنه. سیاسرش در بین مدری نامردا پایینش میکنن در مقابل سیاسرش و با همون دستمال دست پایش بسته میکنن. چی رقم غیرت داری و افغانستان بی غیرت و افغانستان نامرد؟ شما که داد از اسلامیت و داد از غیرت میزدید. امروز اگه بچه پنشیری کشته شده فرض میکنه همیشه که افغانستان فروختین و همین دره پنشیر با خون فرزندش خریدش و امروز از طریق رسانه شما میگم شما نامردایی که با زنای دخترانتون به امریکا و اروپا انتقال دادین مطمئن باشین که پنشیر میگیره و این در عکسایی را که اینا کندن از دروازه های پنشیر کنده. ما خفه نیستیم. مقاومت دوم تشکیل خورده و عکسایی مقاومت به نسل‌های بعد خود نشان میدیم. امروز که من از احمد چای مسعود انگیزه گرفتم فردا ما تو نسل دیگه از 4 قهرمان دیگه ما خواهد